شبه که در قریه بودم فکر میکردم کل چیز خلاص شد دیگه، ولی نه، اشتباه میکردم. او زن هنوز هم در هموجه بود، یا شاید هم از پشتم آمده بود. شما هم اگه تجربه های ترسناک و عجیب و غریب دارین که هیچ وقت از یادتان نمیره، حتما به آیدی تلگرامی که در روی صفحه میبینین با ما به اشتراک بگذارین. شاید داستان شما یکی از ترسناک ترین روایت ها باشه. وقتی صبح بیدار شدم با اینکه مطمئن بودم خواب دیدیم، اما حس میکردم یک چیز تغییر کرده. یک حس داشتم، حسی که قبلا نداشتم. بیحال بودم، سنگین بود بدنم، سنگینی که نمیتونستم به کسی توضیح بدم. فکر میکردم یک چیز از من گرفته شده. دوباره تصمیم گرفتم حرکت کنم به طرف همون جنگل. بالاخره حرکت کردم به طرف جنگل. نمیفهمم چرا، ولی با خودم میگفتم شاید ما اشتباه کردیم، شاید هیچ چیز نبوده. ولی وقتی رسیدم به جنگل حس کردم یک چیز تغییر کرده. کل جای بوی خون میداد. دیدم که یک بیرق سیاه سر یک درخت آویزان شده. مثل یک هشدار نزدیک که شدم یک صدای ضعیف شنیدم. دلم ریخت. میفهمیدم که گوشه ها هیچ وقت اشتباه نمی کنن. فقط پیش روی من می دیدم و چشمای اوزن پیش روی می آمد. همون دقیقه گپای پیرمرد یادم آمد، روح سرگردان که می گفت می خواهی از چیزی را بگیره، چیزی که می تانی حسش کنی ولی نمی تانی بگویی. خودم جمع کردم و برایم ادامه دادم. این بار دیگه هم پایم خیلی سنگین شده بود. فکر میکردم هر قدم که میمانم زمین زیر پایم کنده میشه، تا ای که رسیدم به همون نقطه، همون جایی که او زن دیده بودم. ولی این بار کل چیز فرق داشت. در روی زمین جای دستم میدیدم، جای انسانایی بود که در روی خاکا کش شده بودن. و باز چشمایش یادم آمد. شاید من تنها کسی نبودم که با او زن روبرو شده بودم. در همین فکر بودم که یک صدا شنیدم، صدای سگایی که از دور می آمدن. این دفعه صدایشان زیاد شده بود. صدایشان شبیه صدای آدم بود، صدای گریه و ناله، فریادای بلند. ترسیدم و دور خوردم که پشت سرم ببینم. دیدم که همون زن آمده رئیس از پشت درختا به من نزدیک شده رای بود. بی صدا، آهسته، مثل سایه، بدون ای که حتی تکان بخوره پیش آمده میرفت. دستایش دراز شد به طرف من. حالا دیگه خیلی دیر شده بود. نمیتونستم فرار کنم، نمیتونستم استاد شوم. فقط یک چیزم میفهمیدم، این روح دیگه پشت مرا ایلا نمیده. هیچ کس نمیتونه از این مسیر فرار کنه. بالاخره آمدم به طرف کابل. هیچ چیز مثل سابق نبود. از کل چیز دوری میکردم. خودم، ذهنم، قلبم در تاریکی گم شده بودیم. هر دقیقه فکر میکردم کسی از پشت سرم میآید. وقتی میدیدم هیچ کسی نبود. تمام شب کابوس میدیدم. همون زنه میدیدم پیش درخت، همون چشمای ترسناکش و صدایی که میگفت تو دیگه فرار نمی کنی، فرار کردن نمیتونی. فرار کردن یعنی مردن. دیگه نمیدانستم این کابوس ها را تحمل کنم. رفتم پیش مولا، کسی که از روح ها، جن و اینا میفهمید.
یک روز شام بود. رفتم به خانهش. دروازه را زدم. وقتی باز کرد گفت تو دو را رفتی؟ او هم از طرف شب. گفتم بله. گفت میفهمی که سر تو چی شده؟ گفتمش ما یک زن چادری داره دیدم. ملا به طرفم سیل کرد و گفت روح سرگردان است، میخواه انتقام بگیره. سالا پیش او زن کشته شده. هیچ کس جنازیش پیدا نکرده. حالی هم هر کسی که از او را رد شوه یا دیوانه میشه یا جان خود از دست میده یا به همیشه گم میشه. طرف مولا سعی کردم. سرم دور خورد. گفتم چطور میتونم از دستش نجات پیدا کنم؟ جواب داد تا وقتی که او را به خاک نسپاری نمیتونی از دستش نجات پیدا کنی. فکر میکردم گپای مولا شاید یک باور قدیمی باشه، ولی با خودم گفتم هر رقمی که شده باید برو ما پیدا کنمش. شاید از این کابوس ها نجات پیدا کنم یا شایدم جان ما به همیشه از دست بدم. رفتم دوباره به همون جنگل. یک قسم حس دیگه داشتم. میفهمیدم که باید او زن پیدا کنم. نه به خاطر ای که برش ضرر برسانم یا او به من ضرر برسانه. میخواستم کمکش کنم. میخواستم یک کاری کنم روحش آرام شوه. وقتی رسیدم کل چیز مثل سابق بود. درختها، باد، سکوت، ولی یک چیز تغییر کرده بود. دیدم که در زیر همون درخت تازه یک قبر ساختن. درست همون جایی که او زن دیده بودم تازه خاک شده بود، ولی او زن بالای سر قبر خودش استاد بود. چشمش پر از اشک بودن و هنوز هم همون برق خاص. به طرفم سیل کرد و گفت حالا فهمیدی؟ حالا میفهمی که چرا در اینجا بودم؟ به طرفم لبخند میزد. دیگه از او نگاه های ترسناکش خبری نبود. به ما یک حس آرامش دست داد. از او لحظه به بعد دیگه هیچ چیز مثل سابق نشد. او زن دیگه دوباره هیچ وقت ندیدم. تا حال وقتی از رو میگذرم به قبرش فکر میکنم. میفهمم که دیگه تنها نیست. روحش آرام شده. همیشه به یاد داشته باشین اگه با روح روبرو شدی شاید تنها چیزی که میتونی بکنی کمک کردن باشه، نه فرار کردن.